سلام، به این یوتیوب خوش اومدی. امروز میخوام آموزش این میکاپ رو بدم. دیشب من تا ساعت 2 اینا بیدار بودم و همینطور داشتم تو اینستاگرام میچرخیدم و یهو این عدسه اومد بالا و من اینطوری بودم که چقدر خوشگله و من سریعتر باید این رو حتما روی صورتم اجراش بکنم. و چیزی که بیشتر از همه رو به وجد آورد که حتی استوریش هم کردم این بودش که کلا این مدل میکاپی که من خودم به شخص خیلی دوست دارم. یعنی روی مشتریانم سعی میکنم که اگر که حالا به تم و این چیزا بخوره این رو اجرای بکن. اول از همه یک کانسیلر برمیداری. من اینو چند بار گفتم دوباره میگم، کانسیلر 2-0 نه دیگه، 2-0 تموم شد. یک کانسیلری که میبینی اصلا این رنگ پوستمه، برمیداری و میزنی پشت پلکت تا اون حالا تضاد رنگی که داری پشت چشمه از بین بره. کلا میخوایم از رنگ روشن سفید هم استفاده بکنیم، برای همین حتما باید اینو بزنیم. برای اینکه من زیاد دوست ندارم زیر ابروامو خط بکشم، ولی با همین براش یه کوچولو اینطوری بین ابروام میرم، یه دونه اسفنج خیلی نرم برمیدارم. میخوام پالت چربتو برداری و رنگ سفیدشو برداری، باشه خیلی کوچولو چون میخوایم این جلو رو کار کنیم. توی آینت مستقیم نگاه میکنی، نمیخوام اینطور کنی، مستقیم نگاه میکنی و اگر که به عکس اینستامون نگاه بکنی یه دایره شکله. خب میبینی؟ سکته نکن، همه چی تحت کنترله، زیادم گند و بالا نبرشو که بعد دوباره با یه بیوتی بلندر خیلی کوچولو برمیداری و اینو کامل پخش میکنی. حتی میتونی اضافه این سفیدم با این کف دستت پاک بکنی. من اسفنجم خیس نمیکنم، اصلا دوست ندارم که اسفنجم خیس باشه، نمیدونم اصلا دوست ندارم. این خشکه خب، و چون که خشکه این بافت اسفنج اگر که ببینی میبینی این روی پلکم میفته، واسه همین حتما با انگشتم دوباره میرم و اینو کامل پخش میکنم. بت سایم رو برمیدارم با یه قلم، یه تقریبا گنده تر از قبلیه بود، انقدر این انقدر. سایه سفیدم هم برمیدارم و اینجایی که قشنگ چرب و گذاشتم و بلند کردم اینطوری با این سفید ستش میکنم. ببین توی کانتور بیمی ما همیشه این دایره ها رو میذاریم دیگه. الان این سفیده هم باید بذارم زیرش، میبینی؟ بذارم سفید کامل اینطوری بزنه بیرون. این زیر ابروش اونقدر که اینجا سفید نیست، برای همین یه این رنگی طور میبینی؟ چطوری برمیدارم؟ 2 ضربه تویی میزنم، یه ضربه تویی میزنم که اینا با هم دیگه قاطی بشه و بعد میزنمش این زیر بعدش این رنگ رو برمیدارم با یه براش خیلی کوچولو و تیز بون موجم رو میزنم تا یه کوچولو جلوتر از مردمک چشمم میام، یعنی نکن تا اینجا، نه یه کوچولو جلوتر. بعد یه دونه اسفنج برمیدارم و اگر که کریسی اینجا ایجاد شده کامل پاکش میکنم، مثلا برانزر طور، حتی یه کوچولو روشن‌تر، و میزنم همینجا دقیقاً این کریس، این گودالی اینجا با همون سایه تیره که این بالا زدم توی بن موجم. دوباره برمیدارم و این پایین نمیخوام خیلی بیارمش پایینا، همون دقیقاً بین موجه ها میزنم. از کنارم بهش نگاه میکنم تا به این سایه بالا بچسبونمش. انگشت همیشه به درد میکنه، یعنی اینو ما میبینی یه چیز بلند نمیشه، خیلی سبک کوچولو و نرم و شلک با انگشت میری سراغش. بعد مداد قهوه‌ای رو برمیدارم، قشنگ این جلو رو مداد قهوه‌ای میکشم. ببین با یه براش میذارم اینجا، لثه‌مو میگیرم بالا و قشنگ موجه هامو قهوه‌ای میکنم که یعنی مداد قهوه‌ای میکشم. اینم باید همین کار بکنیم. آره زندگی این قهوه‌ای تیره من رو نداره، ولی خب این خیلی به چشای من میاد و خب من انجام میدم. مثلا ابروهاش نگاه کن چقدر روشنه، یه رنگ اونطوری روشن زده، مال من خیلی تیره تره. قلموی کج برمیدارم. حالا
یا از همین مداد قهوه‌ای میتونی برداری، یا اینکه این پالت چربه بود از این رنگش. یه کوچولو پیگمنتش بیشتره، بهتر. یه کوچولو اینو تمیز میکنم اینجا که حالا زیاد مواد نداشته باشه. دوباره مستقیم با آینه نگاه میکنی، تیزی براشو میدی سمت بینیت، مستقیم که نگاه میکنی خوب این خط میکشی از پایین. حالا تیزی این براشتو میدی سمت گوشه و از این بیل این پایین، این دایره این پایین به سمت جلو میکشی تا به این خطی که کشیدی بس شه. می‌بینی یه همچین چیزی. به این خوبه خب، ولی این بهتره. واسه همین من یه گوش کن برمیدارم. یه ذره من به توف آبش کردم در رقم نشد. یه ذره آرش پاپکورن میزنی بهش. این زیر رو انقدر تمیز میکنی که خیلی خطت صاف باشه. دوباره سفید تو برمیداری، یه کوچولو پخشش میکنی و این زیر رو حتی میتونی الان تیزترم بکنی با این سفیده. همیشه سایه از این ورم نگاه کنی تو ببینی چه شکلیه، خط چه سایه همه چی. میزنی توی سایه قهوه‌ای خیلی تیره و بعد روی هم چشم روی همون خط چشی که کشیدی اینو میذاری و شد یه همچین چیزی. حالا قسمت بعدی مهمتر، مژه ها. آقا من یه چیزی رو یاد گرفتم از وقتی که فیلم گرفتم و میکاپ کردن با هم رو شروع کردم، این بودش که وسایلمو در عین حالی که دارم کار انجام میدم جمع کنم. این خیلی کمک میکنه به آدم. فکر میکنم اگر که داری میکاپ میکنی تو خونم این کار انجام بدی خیلی به دردت میخوره. کلا یه کوچولو مرتب کن بعد برو استپ بعدی. میدونم که همیشه ما عجله داریم ولی خب این خیلی کمکت میتونه بکنه. برای مژه من میخوام از این مژه ها استفاده بکنم. اگر که مژه های خیلی بلندی ندارین خب بعد حتما یه سری بیس مژه نازک و کوچولو و خیلی نچرال کار بکنین و بعد اینا رو روش کار بکنین. ولی خب من مژه هام خوبه، یه مژه خیلی نچرال و کوچولو و کم هیدن کار کن، یعنی زیر مژه هات کار بکن بعد اینا رو بذار روش. ولی من الان فقط یه ریمل میزنم و اینا رو میذارم روش. کار جدیدی که من با مژه ها میکنم موقع ریمل زدن و شنیدم که کار اصلا خوبی نیست واسه مژه ها، اینه که اول ریمل میزنم ریمل کامل خوشه. خب الان که ریمل خوش شد قشنگ فرموژه هم برمیدارم و نگه میدارم. چند بارم اینو تکرار میکنم. نگاه دل خوب بعد تازه میمونه اینطوری. برای این مژه هم 2 تا این جلو داره، 3 تا این عقب داره. چسبم یه چند دقیقه مونده یه ذره خوش شده. من یه کار کردم، این مژه هست خب این کنارش رو زدم و این فقط این شاخکش رو نگه داشتم. میخوام اینا رو بذارم. من همیشه یه تایم کوتاهی رو واسه میکاپ هم دارم. من 5:30 بعد باشگاه باشم، هر ساعت 4:30 دارم سر واسه خودکم مژه میچسبونم. من از کرم پودر وت ان وایلد فوتوفوکس و این میبلین استی سوپر استی، این دوتا دارم استفاده میکنم. این تو پخشش کردم و میزنم. رنگش هم رنگ پوستم نیست، خیلی نارنجی تره میبینی، ولی درستش میکنم. کانسیلر روشن کالیستا این 312 اینکه روشن ترم بشه پوستم، زیر کانتورم کانسیلر میزنم و بلند. کانتور خیلی کم و بلاش زیادی داره. من اینجا دارم اینا رو میزنم. بینیشم داره. واسه بیک کردنش یه کوچولو پودر بیک رو برمیدارم میزنم اون تو کف دستم کامل اینو پخش میکنم. قشنگ این زیرو
پخش میکنم. بعد که هیچ خط و خطوطی نیست اینطوری ستش میکنم. چون میخوام این جلو خیلی روشن باشه یه ذره میذارم مثلا از اینجا بمونه. پودر فیکس یه کوچولو خب نریخ بیج تورم رو برمیدارم میذارم توی براش گنده پخشش میکنم و همینطوری همه چی رو ست میکنم. حواسم هست که اینجاها خطی نباشه بعد ست میکنم. بعد برای اینکه بیک کنم بیمو یه کوچولو میزنم چون پودر بیک بیجم میزنم درش که این اضافه هاش بیاد بیرون. دماغم اینطوری کانتور میکنم. بعد یک کوچولو برانزر برمیدارم میذارم زیر این استخون زیر این استخونه. میام سراغ ابرو. گوش بکن اول توفیه بود همونو برمیدارم. ابروی زندایا خیلی قهوه‌ایه، مال من مشکیه. خب اگر که ابرو قهوه‌ای باشه کلا خیلی فیچر صورتت خیلی فرشته طور و گوگول مگول و اینطوری تر میشه. اینا رو پاک میکنیم. بعد دوباره با همون سایه سفید دوباره میام اینجا و این سفیدا رو بیشتر معلوم میکنم. ریمل بالا اگه مثل من یه کوچولو ریمل ریخ اونجا بذار کامل خوش بشه. بعد با این اسپولی بدم رژگونه. برای خط لبم یه همچین رنگی رو برمیدارم. این ساعت چنده؟ 4:53. به این براشمو اینطوری میزنم تو سایه، اینطوری 45 درجه میزنم تو سایه، بعد برش میگردونم، بعد میکشم و یه کوچولو از همین رژگونه‌ای که زدم میزنم وسط لب. داست برقورکی خوشگل مای فکر کردی؟ خیال کردی؟ نه خیلی بارنگه. خب من جامو عوض کردم که ببینیم. اینم گنده کثافت اینجا مونه. خیلی ممنونم که تو این ویدیو همراه هم بودیم. امیدوارم که به دردتون بخوره بعدن و کلی چیزی که یاد گرفتین استفاده بکنین. مرسی، مراقبت کنین.